خدا جو باش گردن من بشه که دیگه من دست خود به کارا بزنم بابا من نبودم بایی اما دیونه کرده نبردن که نبردن چرا نگفتی تو گفتی نبره گیلکه ما خوش دارم نبرم تو بگه تو چرا اکسی نمیکنی من میرم تو بقلی نو تو با چی خیلی بقله نو چری بری چو باش یک دقیقه هم بابا بله شتانه خوبه خیره آن همینجی یک سر گریه میکنه هرچی میگن چوب نمیشه چره آن همینجی گریه میکنه خوبه باش خوب بده گیلا اخزا گریه نکو دگه چاره تو چی کار داری؟ بس میبردم بقلی نمیلفتم من وقت که میگم بیا خود موتر بده کجا بیا؟ میگم برو پشت موتر بچسبک بیا قدر نه ایشتا با پشت موتر بچسبک بیا میگم تو بچسبی که نفته کی من البته کم قضی اون که با پشت موتر بچسبم من کود گفتم نفتی زود چو که معطلم زود چو بده زنگ بزنم گیلر میگو کجا رفتنی؟ بقلی نو حالا نه والا من میرم برو بشین سر جا والا من میرم میشه بده که من خوب زنگ زنم بده بله نگه نه کده که بده میندازی من میرم چوب کدو بگی شمانه بابار بیا بابار بیا تو نمیری الو بابا خوبه الو بابا چرا پیش ما بجستی بگرد و بعد باشه لگه لنگم توید مسخله من چینه من هم بیایم ببورید گردن و بعد با تو یک بشک بزن و شکرم میخندی بخی بخی نرم چرا خود نمیری نمیری من نمیبره چو باش زود چو که بطن کارم سرا خوب چوب کن بابا می نداره خوب بابا کجا بیام خوب متلا کلونی های همه جزای که پارسال کار رفتیم من خود بابا قبل زنم چوب کن تو نمیری برو خونه آره بابا میام خوبه دروغ نگی که گردن ما بند باشه دروغ بگیم نیه پیاده بقلی نمیام خدا جی بدم من کمان بگم من کمان بگم بابا شرکانم نیارم یا شرکانم بیارم نمیگم تو به چین آدونی نیام والا من میرم اما چه خداحافظ خوش آمده من والا من میرم دوری پی با خدا بده و تو پول مندازم توید مزخار بده برو خونه توید مزخار بردا اینا رو هم جمع کن جمع کردم من تو جمع کن نفتیه جمع کن نزنی بچه جمع کن دیوانم با کجا میبری؟ هست خواهده کجا با میبری؟ میرم بقلی نو قلی نو شکر میبری؟ قلی نو بارو من کنم میرم خونه میرم تو سعی کته خدا می هسته که با چی خالی منی نیه اگه گردنم بند باشه با تو یک بوس که میزدن که تا با هر جا میرفتی به درد تو دکترها نمیفهمن که با کجا تو خورده با من میگه با کجا میری دیونه ایما بیا تو چی میری؟ منار بگون خوبه نمکی بفروشو تو دیونه شدی چرا بفروشی؟
اینا خب اینا میرم میفروشم به 25 که میگم ما بگیر ایران به 25 که این همون اینا تیاره مردم سوری میکنه ما بفروشی حد 50 از همون برک بخصا بده یار به کار ندارم دارم بده من میرم میگم میشکنه بده اما چی من میرم میگم کار نمیده که باش کلا خوب بفروشم کلان نوید ما بفروشی من گم شدم اینجا کجایه الان اینجا من گرگا میخورم ما به افغانستان میرم ماما اینجا کجایه دوم به موتر بفتادم من اینجا اشته جایه میگم جنیات گرگه پلنگ کشیره بابا بابا نده جون من گم شدم من به افغانستان میرم اینجا کجایه برم ببره بابا چرا میچی گیلک من تو رو چون با کجا دیدم تو گیلک نی من گم شدم اینجا به افغانستان من کجا برم حالی تو با کجا میدی من رفتم به غریق و دوم به موتر بفتادم تو میفهمی حالی اینجا کجایه کجایه اصلا به شو به خواب هم نمیدیدی تو من دیرو افتادم اینجا خیلی بودم بزو بالا خب اینجا بند سوزکه بند سوزکه بله سمت قلنو ولایت قلنو آخه میگم اینجا چیز داره چی؟ میگم شیر و پلنگ داره به داخل از اون داره شیر هست پلنگ هست هر رقم ایمونی به اونجا وجود داره هستا؟ و کدی تو به ما نکنه ببیتن نه تو کار نداره کجا میری؟ ما میره با پیشا ماما تا میگم از گفت بیدیه ماما جو ماما گیلک آخه چرا به کو بالا میشی؟ من معطلم یک موتری بیای من ببره به افغانستان بابا همین چی افغانستانه همین زیبایی ها هم افغانستانه بیا یک تشو ای بند سوزک کشور خود باشمونه آخی من دیشب اینجا خیلی بودم ادوم به موتر مازدا بافتادم موتر چگله اینجا من میبریم مثلا ما اشته نمیبرم بیا گیلک بیا تو رو به خونه میبرم بیا برای که چای نونی با تو بدم بابا این کشور شیر پلنگا نباشه نه این کشور خود به شمونه ما باید دیت کشور افتخار کنیم خدا به ما شما همه زیبایی ها رو بداده قدر نمیفهمیم ما این شما موتر شما نه بابا بیا که تو رو ببر من هم ببریم ماما جو بیا جلشو بیا هنه من هستم بیا کجا میری گیلک؟ آخه سبک کو به تو میگم بابا آخه به کجا میری؟ آخه بیا من تو میبرم تو شیر پلنگا میخوره بابا بابا جو تو شیر پلنگا میخوره سبک کو آخه صبر کن برو دیگه به هر جا قبرستونی میری به من چی؟ چیکار شده؟ موتر بافتاده کجا بیدیم شما؟ ما برای تو میگشتم بابا ما بافتادم بابا خیلی کجا موتر؟ بیا که بریم بیا بریم بیا که بریم بیا بریم